خبر نداری جرم دیگه است، تو چرا خبر نکردی؟ اسلام هم میپذیری جزئیاتش خبر نداری؟ عجیب نیست نه؟ الله رحم بکنه. الذين يلمزون المطوعين، صفات زشت دیگه منافقین ببینه. الذين يلمزون المطوعين، و مردمایی که عیب میلگانه المطوعین به کسانی که به خوش خود مصرف میکنه من المؤمنین از مؤمنان فی الصدقات ده صدقه کردنشان، والذین و کسانی که لا یجدون نمیابه الا جهدهم مگر به اندازه توانمندی خودشان، فیسخرون منهم سریع تر مردم ها مسخره میکنه. سخر الله منهم، الله مسخره میکنه یارا امو رقم که لایقشان الله متعال است. ولهم عذاب علیم، برای از عذاب دردناک است. دیگه صفت نادرست و ناگوار و زشت منافقی او کدام صفت است؟ ایرادگر است، همیشه ایراد میگیره، طعنه میزنه، عیب میلگانه. چرا؟ کارش چیست؟ شکست میده. هدفش ایست که فعالیت های دینی، خدمت های دینی باید این شیره نگیره، این رنگ نگیره، این باید از بین بره. منافقین هدفشان نمیسته. زمانی که یک نفر در جامعه پیدا میشه مدرسه را تقویت میکنه، کمک میکنه، مردم چی میگه؟ ریاکار است. در اون زمان هم پیغمبر علیه السلام زمانی که اعلان جنگ تبوک کرد نیاز و ضرورت خیلی زیاد بود برای که مجاهدین مجهز شود، اسلحه‌شان اینجا در خانه‌شان نان و نفقه‌شان برآورده شود، چرا که سفر طولانی است تا بازگشته اما مشکلات حل باشه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام مطالبه کمک هر کس که به اندازه وس و توان داره کرده بود. از همون خاطر صحابه یعنی او طور شخصی هم آمد که 1 کیلو خرما را هم می آورد که دیگه هیچ چیز در خانه موجود نبود، 1 کیلو خرما موجود بود، امو را می آورد. کسی که خوب سرش می در روی خود آب بزنه دیگه او را آورده بود. لیکن این منافقین او کسایی که کل مال آورده بود برای از وا اشاره میکرد که چیسته؟ یا خوری یا کار هستن. لیکن کسی که 1 کیلو می آورده بود ایره سایکو ایره سایکو هیچی میکنه. چی مردم چی نیاز داره به 1 کیلو؟ امروز هم همون قسم مردم این گپی نیست که تنها در تاریخ رسول الله اینطور مردم هست، امروز نیست. امروز هم همین مردم وجود داره. او روز هم همون منافقین این اراده را به این خاطر میکرد که این برنامه سازنده پیغمبر ناکام شود، نعوذ بالله. مردم دیگه دست خود بگیره از اعمال نیک، دل سرد شود، دیگه رغبت پیدا نکنه. امروز هم همین منافقین وجود داره. مردم ها را به این و آن اینمی قسم ایراد میگیره به خاطری که مردم از برنامه دل سرد شود، در اعمال نیک تشویق نشود. علتش چیست؟ علتش ایست که اگر این کمک ها و این احساس مسئولیت در هر کس موجود باشه اسلام پس مانده نمیشه. این بسیار نکته دقیق است. یک کسی که به اندازه 1 کیلو خرما توان داره 1 کیلو خود آورده، این را میگن نشان احساس مسئولیت. از این معلوم شد که در جامعه اسلامی هر فرد مسئولیت داره. چقدر مسئولیت داره؟ به اندازه توانش. ما بارها با دوستا گفتیم در این شک نیست که شما را الله توفیق بده در مقابل کفار در هر سری کو و قلی کو جنگ بکنه، در شهر جنگ بکنه، این را ما مدح میکنیم. اما زمانی که دستتان در او نرسیده لا اقل چیزی که فی الحال در دست داری امیر دریغ نکن. این نشان ایمانداریت است. الله از تو فقط تقاضای ازیر داره که چقدر توان داری، امی توانی تا خرج کو، مصرف کو، نشی که من باز اونجا برم. و اینمی را میگه که ماشین اسلام در حرکت میاد. یک نفر صلاحیت تیر آورده نداره، دیگه نفر فقط یک لین هم صلاحیتش داره، دیگه یک فیوسک کوچک که موتر به اونمو هم چالان میشه. جامعه انسانی نمی رقم است، جامعه اسلامی نمی رقم است. هر کس دارنده امو امکانات است. تو مال داری، ما علم دارم، او نفوذ اجتماعی داره، او قدرت در حکومت داره، او جای داره، او موتر داره، او سلا داره، پیراداری کرده میتونه، کلگی امکانات دستاشتی خود دریغ نمیکنه، یکسان در مرکز دین، در خدمت دین قرار میده. صحابه کرام امی احساس داشتن و امی مسئولیت همی شناختن. از او خاطر در موقعی که ضرورت میشد هر کس مطابق توان خود قطعا دریغ نمیکرد. صاحب 1 کیلو خرما 1 کیلو خرمای خود حاضر میکرد. یکی صاحبی که زیاد بود عثمان رضی الله عنه 1000 سکه طلایی را در میدان می آورد، می گفت مصرف بکنه. اینی امکانات دستاشته خودم مصرف کردن. این نشان احساس مسئولیت است و هرگاه در جامعه افراد با مسئولیت باشه
او جامعه در حالت رشد است، در حالت تقویت است. شما ببینید ما به طور مثال امی مرکز ترجمه خدا برای شما تشریح بکنیم. مرکز ترجمه را نه مولوی متوکل پیش برده میتونه نه کسی دیگره. ما بگویم اما شما کی نباشی به کی بگویم؟ شما کی نباشی به کی بگویم؟ بله شما ما موتور نیسته، امو عالمی که در مسجد داری تو را تشویق کرده، امو دوستی رفیقی که داری که تو را از دست کش کرده که بیا یک روز در ترجمه سعی که اونمو امکانات خود خرج کرده تو را در اینجا آورده. ما این قدر خواهرها را تعداد از ما سه چندی از ما و شما زیاد است توسط موتر انتقال داده میشه. اگر او دوستی که امکانات موتر یا مالی را داره و اینجا نپردازه ما موتر گرفته میتونیم. مولی متوکل موتر تیل موتری خود انداخته نمیتونه، چی جای ازی که به دیگران موتر بگیره. اما زمانی که احساس مسئولیت در جامعه پیدا میشه ما این مرکز تقویت داده میتونیم و اینمی تقویت دادن یک مرکزی را عادی فکر نکنیم. ان شاء الله این ثمر خیلی قوی داره. روز فرا میرسه که جنجالا مکمل یک طرف شده باشه، مردم از این تاریکی ها بالکل برآمده باشه، با این کتاب الله آشنایی را هر کس پیدا کرده باشه، هم زنی ما و هم مردی ما، هم پیری ما، هم جوانی ما، هم خردی ما، هم کلانی ما. همین تو روز میرسه. شرط است که ما احساس مسئولیت داشته باشیم. قرآن کریم اینجا بدی و مذمت منافقین به خاطر بیان میکنه که یا ایرادگر است یا کارشکن است یا فعالیت ها را نمیگذاره که رشد بکنه. از همون خاطر است در جامعه اسلامی یک شخصی که چیزی را مصرف میکنه و یک شخصی که وادار به مصرف او را ساخته هر دویشان یکسان ثواب داره. الدال علی الخیر کفاعله، کسی که راهنمایی به خیر میکنه به مثل کننده امو کار است. به کننده امو کار مسجد یک کسی را تشویق کردی مسجد جور کرد، امیقه مصرف کرده تو به مثل امی مسجد جور کردن ثواب میبری. به مثل امی مسجد جور کردن ثواب میبری. چرا؟ اصلا باعث بالای انجام دادن عمل نیک تو شده ای. ایره رسول الله صلی الله علیه و برات گفته خیر ما چطور آرام بشیم زمانی که خود امکانات قوی نداشته باشم اما میتونم یک دوستی خود ترغیب کنم تشویق کنم و او را فعال بسازم و به مثل ازو عمل ازو برام اجر داده میشه. یک دقیقه آدم آرام میشینه؟ نمیشینه. مسلمان باید امیر رقم باشه، منافق واره نباشه، کارشکنی نکنه. کارشکنی صفت منافق است. حالی کارشکنی چی را میگه؟ ما در این رمضان مبارک یک خوب عالم میاریم ترجمه بکنه، نه نمیشه اینجا کی نان برش میاره، ایره کارشکنی میگه. ایره چی میگه؟ کارشکنی برش میگه. بیاین که مدرسه جور کنیم همینجا ما و شما بعد برای خواهرای خود یک همینجا مدرسه جور کنیم. خیر است یک چند کتاب هم میارم کرایه چی را تقسیم میکنیم 100 روپیه یک خانه را میگیریم که همینجا درس بگوید. نه نمیشه. یک روز مردم میده دیگر روز نمیده. تو یک روز بده، روز آینده را بگذار که الله چی میکنه. شاید که تو انداختی مسلمان دیگه هم احساس مسئولیت کنه و هم پیدا میشه. باید کار شکن نباشه. یک عمل انجام داده میشه، یک عمل انجام داده میشه، تو باید او را کار شکنی نکنی، او را باید چی بکنی؟ آلی بیایی که آلی در دیگه صورتش امی صفتات در کی موجوده هست. اگر تو نماز درست میخوانی، خب صحیح نماز میخوانی، به خاطر از اینکه تو را از اینمی فعالیت از اینمی کارت مانع شوه چی برات میگه؟ وابسته صحیح که تو ریاکاری کرده رایسته، یک ساعت رکوع کرده رایسته، همیگه پارا نمیزنه می مردم. اگر تو عمل به سنت رسول الله میکنی باز چی میگه؟ ملاهای ما تفرقه پیدا میشه. چی میگه؟ ایراد میگیره. به خاطر چی؟ که تو را مانع از عملی کردن سنت رسول الله شود. خیر امی آیتای قرآن که منافق مذمتش الله بیان میکنه، آیا عالم ما امی کار میکنه؟ یک مسلمان از عملی کردن سنت رسول الله باز میداره، برش میگه که تفرقه پیدا میشه. آیا عمل رسول الله سنت رسول الله سبب تفرقه است؟ چطور شده میتونه؟ اگر سبب تفرقه است خب باید در عربستان باشه، اونجا سبب تفرقه باشه. در مسجد تو سبب تفرقه است. شما باور به الله بکنی اگر انسان قناعت بکنه و این آیات‌ها را متوجه خود بسازیم. چی وعده هایی نکرده بودیم پیش؟ و منافقی که وعده کرده بود که اینی موقف برای ما بیای انتو میکنیم، خودی ما همینطور نگفتیم؟ خطی خود چقدر تعهدات قوی کردیم، لیکن روزی که دستی ما برابر شده پشت دور دادیم. همون مسئولیت خود رفع نکردیم. یقینا ما امیال ایراد میگیریم که فلانی کار نمیکنه، اینطور است،
لیکن روزی که دمو مقام تو برسی باز دیده میشه که چی کار میکنی. آیاتای قرآن کریم فقط متوجه ما و شماست، ترازو برای ماست، ما خود طول کنیم که چقدر عمل کردیم. ما خود دل ما درد به می خاطر میکنه که علمای ما وقتی در نظر عوام این گپ بندازه که عملی کردن سنت رسولات تفرقه است، خلاص دیگه لا اقل که تشویق نمی کنی، خود زبانی تا چوب بگذار، صامت خوب باش. لیکن تو میگیری عمل نیکه که مردم قطعش آشنایی پیدا کنه یا بفهمه که نیم عمل سنت است، تو امور کارشکنی میکنی از بین میبری. خیر دیگه این صفت برای منافق است، الله بدیش بیان میکنه. اگر دمو تو پیدا شوه تو امی صفت مزمت زمین بری تو ثابت نمیشه. الله رحم بکنه. الذين يلمزون المطوعين، و کسانی که عیب میلگانه بالای کسایی که بر رضا و رغبت خود زیاد صدقه میکنه، من المؤمنین، از مؤمنا، فی الصدقات، در صدقات. میگه این مردم ها ریاکار است، سعی که این قدر مال خودنمایی میکنه، این قدر مال آورده. والذین، و کسانی که لا یجدون، نمیابند، الا جهدهم، مگر به اندازه قدرت خود، توان خود، 1 کیلو خرما را آورده، چی میکنه سر ازوا؟ فیسخرون منهم، مسخره میکنه بالای ازوا. الله جزا مطابق عمل است. سخر الله منهم، الله مسخره میکنه یاره. چه رقم؟ امو رقم که لایق شان الله متعال است. ولهم عذاب الیم، برای از عذابی دردناک است. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. بخشش برشان طلب بکو یا طلب نکو، هر دویش برابر است. طلب کردن بخشش، نه طلب کردن بخشش، هر دو برابر است. در اینجا مراد یا ناامید ساختن منافقین است که منافقان ناامید شود که والا الله متعال بیان کرد اگر ما پیش پیغمبر بهانه هم بکنیم که تا او بر ما دعا بکنه، چون که ما در قلب خود نعوذ بالله اراده غلط داشتیم، درویگی کردیم، استغفار پیغمبرم به درد ما دیگه نمیخوره، دیگه سخت مایوس میشه. از این پیش خو میگفته جنایت میکنیم، باز خیر از پیغمبر ما را دعا میکنه، اون معاف میشیم. لیکن وقتی که اعلان آمد، آلی فهمیدن که نه، دعای پیغمبرم برای ازیا مثمر نیست و خود به خود میدانن که ما کدام کار انجام دادیم. یک معنا. یا ای که نه، اختیار دادن است برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر علیه السلام الله اختیار داد که دایی منافقین تو استغفار طلب میکنی نمیکنی، خو الله برش مغفرت نصیب نمیکنه. از امو خاطر چیست زمانی که عبدالله ابن ابی ابن سلول او وفات کرد، بچهش آمد، بچهش صحابی جلیل القدر است، از پیغمبر علیه السلام پیراهن مبارکش طلب کرد. پیغمبر پیراهن داد برش، به خاطر پیراهن داد که در جنگ احد زمانی که حمزه رضی الله عنه سید الشهدا شهید شده بود، چون قد و قواره خیلی بلند داشت، هیچ کفنی موجود نبود که رسایی بایی داشته باشه. پیراهن عبدالله ابن ابی ابن سلول کفنی که حمزه رضی الله عنه شده بود، به خاطر عوض دادن امو احسان پیغمبر چی پیراهن خود داد. لیکن بعد از او بچهش آمد، گفت پدر وفات کرده، بیا در جنازهش. پیغمبر در جنازهش رفت. عمر رضی الله عنه خیلی شدید بود، در پالی پیغمبر رفت، گفتی تو دشمن تو جنازهش میخوانی؟ چیزی جنایت و چیزی خیانت نیست که آدم کرده، او تو بازم جنازهش میخوانی؟ پیغمبر علیه السلام میگه بله، 70 مرتبه برش مغفرت طلب میکنم. چرا پیغمبری گپ میزد؟ میگفت که این در قلب کافر است، این دعای ما برای از هیچ منفعتی نداره. چقدر یک هشدار بزرگ است. به الله قسم که عقیدت جور نبود که کعبه را بیخی تو شب و روز پاک کنی و شو تا صبح در داخل کعبه نماز بخوانی، زکات ها بودی و روزه ها بگیری، به نزد الله متعال مقبول نیست. جناب حاجی صاحب، تو که کفنی تا اونجا در سر دیوارای کعبه زده، اینجا به خود نگاه کرده که البته من در جنت میرم توسط ازی. اگر عقیده شرک داشتی، امونجا به سنگ عقیده کرده بودی که ضرر و نفع داره، تو مشرک بودی، نعوذ بالله شرک کرده بودی. این گپا برات فایده نمیرسانه. گپ فایده وقتی میرسانه که عقیده باشه. پیغمبر میدونست که عقیده نداره، استغفاری مرا یک برش فایده نداره. الله هم برش گفت استغفر لهم، اگر تو مغفرت کو برایشان،
طلب مغفرت برایشان بکن ولا تستغفر لهم، یا تو طلب مغفرت برایشان نمیکنی. ان تستغفر لهم، اگر تو مغفرت طلب بکنی برایشان 70 مرتا 70 کرد. مراد از 70 کثرت است. هر قدر ما و شما میگیم 100 دفعه بگی یک کار نمیکنی، 101 دفعه بگی بکنی، نه، منظور کثرت است. فلن یغفر الله لهم، هرگز الله برایشان مغفرت نمیکنه. چرا؟ مغفرت برای مؤمن میشه، این مؤمن نیست. دلیلش الله بیان میکنه. چرا؟ ذلك بانهم عدم مغفرت از جانب الله، نقبول شدن استغفار پیغمبر در حق از، یا بانهم کفروا، کی بسبب عزیز کفروا، کی یا انکار کردن بالله، به توحید الله، نپذیرفتن الله را، و رسولی انکار کردن از پیغمبر الله، برنامه پیغمبر برنامه درست تلقی نکردن. در ظاهر میگفتند اما در قلب یه عقیده را نداشتن. از او خاطر مغفرت برای ازیا نمیشه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله کسی را هدایت میکنه که لا اقل گام بگذاره به سوی هدایت، تلاش هدایت بکنه. کسی را الله هدایت میکنه که از خانه برای به محبت قرآن کریم 1 ساعت بشینه، و کسی که اعراض است از داخل مسجد است میگریزه طرف خانه. ترجمهش تو رو میشه طرف مسجد خانه میگریزه. ما همون طرف را داریم، در هر تاریخ و هر عصر همین طرف را داریم. اینطور کسایی است که هر روز 5 ساعتش در مسجد است، اما وقتی ترجمه قرآن شروع میشه میگریزه در خانه میره. الله متعال هدایت نصیب هر کس نمیکنه، با کسی هدایت نصیب میکنه که گام طرف هدایت میگذاره. عبدالله ابن ابی ابن سلول و منافقین گام به سوی هدایت ننهاده، که ننهاده الله نصیبش هم نمیکنه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله هدایت نمیکنه قومی فاسق. اینجا مراد از فاسق که در درجه کفر رسیده. چرا؟ فسق خروج از طاعت الله را میگه و این دو درجه رسیده که کافر است، مراد از کافر است. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، این دیگه عمل زشت منافقین. الله یارا معرفی میکنه منافقین کدام مردم است. با وسیله رفتار و کردارشان شما بالکل تفکیک کرده میتونی. چرا؟ به خاطر که این مردم ها بسیار برنامه شوم داره، نادرست داره. از یک طرف راه ها را جور میکنه که در جهاد شریک نشود، باز از طرف دیگه خود از زرنگ معرفی میکنه. عذرا را که از دروغ کرده وقتی پیغمبر قبول میکنه چی میگه؟ پیغمبر و مومنا بسیار بیعقل است، نعوذ بالله. فریبش دادیم. در سوره بقره یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. خب اونجا مخادعه یا عمل فریب با امرای که الله و رسول الله میکرد. با الله معمول به زعم خودش با الله معامله فریب میکردن و با پیغمبر هم معامله فریب میکنن. یا خود از زرنگ تلقی میکنه، هوشیار، باز خوش هم است، خندم میکنه. بلکه نعوذ بالله این مردم ها اینطور میگه که ما زدیم در جانشان، ام موقف خود قطش نگاه کردیم، ام کارشان شکست دادیم. این کارا را همیشه منافقین میکنه. در این تاریخ و عصر هم همین مردم است. فرح المخلفون، خوش هستند و کسانی که پشت سر گذاشته شدگان است از جهاد. مخلفون گذاشته شدگان از جهاد. به مقعدهم، به نشستنشان خلاف رسول الله، پشت سری پیغمبر یا مخالف فرمان پیغمبر. پیغمبر امری رفتن نکرده بود یا به مخالفش نشستن ترجیح دادن. و کریهو، بد دانستن یجاهدوا باموالهم و انفسهم، که جهاد بکنه با مال و نفس خود فی سبیل الله، در راه الله متعال. و قالو، گفتن لا تنفروا فی الحر، خود نرفتن بلکه بنابر وسوسه های شیطانی نعوذ بالله آرام ننشستن، دیگران را هم مورالش ضعیف کرده وارا دل سرد از جهاد میکردن. میگفتن لا تنفروا، نروی فی الحر، دهی گرمی. کی توان داره؟ خود گناه کرده، آلی میخواه که دیگران هم گناه بکنه. هدفشان چیست از دیگه پا؟ هدفشان نیست مسلمان ها را ضعیف بسازه، لشکرش کم بسازه. یک دوم همشریکی جرم خود از زیاد بسازه. این خو مجرم هست، میخواد دیگران هم قطع خود یک جا بسازه. این طوری مردم ها آلی هم پیدا میشه. یک تعداد چهرهش میبینی این جوان سرخ، لیکن دیگر کش که در رئیس دهی گرمی کی روزه گرفته میتونه بیا انرژیت سریمه، نانیت سرمه، نعوذ بالله. کسی برای قصه دمی سالای گذشته در خانه می آورد، همشیری خود هنوز یک لطم میکرد که الا دیگه بار کو.
دیگه بار که لعنتی الله سری تور خانه نمیباره. و ما امی پدر و مادر امی خانوالا نشسته است که بچه ایم است پشت سر میه که الله متعال مال و اولاد سبب عذابی چی میگردانه؟ امیر صاحبش پدر و مادر میگردانه. اینطوری اولاد تو را در جهنم میکشانه. چرا؟ بنابر شفقت اولادی نه راپور به حکومت میدی نه رسوا در پیش مردم میسازیشه. اینجا امتحان الله متعال قد شده. اگر کار نکنه می بچه از خانه میکشی، برش میگی که برو زن میگیره چی میگیره در خانه من نبی. تمام روز من به این ریش سفید کار میکنم تو قراخه هستی. لیکن وقتی که کاری بدینی ده میکنه ادناترین پیشانی خودت ترش نمیکنه. از اینجا معلوم شد که تو دین نه هیچ دوست نداری، دین پیشت اهمیت نداره و اینمی سبب امتحان است. آلی هم یک تعداد مردم امی کارا را کرده رایسته، خود گناهگار است، روزه را نمیگیره، دیگران هم قط خود کش کرده، هم نعوذ بالله شراب سرش میخوره، هم روزه را سرش میخوره و هم جنایت در خانه خود میکنه. او خانه خیر نمیبینه ان شاء الله. چرا؟ به خاطر که به جنایتکارا موقع داده، پناه دادن به ظالما و گناهگارا آخر خاتمی و خانه در خرابی است. این کارا در او زمان منافقین می کارا میکرد. خود نمیرفتن در جهاد، دیگران را دل سرد میکرد. چرا؟ لشکر مسلمان ها ضعیف شود و دیگر چی شود؟ شریکای جرمش زیاد شود. و کریه بد میدانستن ایو جاهدو که جهاد کنه بیاموالهم به مالای خود و انفسهم به نفسای خود فی سبیل الله در راه الله متعال. و قالو میگفتن لا تنفروا فی الحر، ای در گرمی نروی. در این مسجد در صوبکی نشستیم پکه چالان است، باز هم اینمی طور چی کرته خدا کرده رایستیم. اینی طور کرته. الله چی میفرمه؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام نار جهنم اشد حرا، آتش جهنم خیلی سخت است از روی گرمی. آتشی که ما و شما در میدیم 70 جزی آتشی کیست؟ جهنم است. چندم جز؟ 70 جز است. در حدیث می آید خفیفترین عذاب از کسی است که قوق آتش در کف پایش است لیکن دماغش در اینجا چی میزنه؟ جوش میزنه. چه قسم امروز از این گرمی ترس و هراس داری؟ از اون گرمی چرا ترس و هراس نداری؟ منافقین از این گرمی تابستان که در تبوک کی سفر بکنه در این گرمی خبر نداری. با مخالفت امر رسول الله خدا به جهنم عرضه کرده، او را چطور میکنی؟ با چطور دفع میکنی؟ از او خاطر الله متعال میگه که یا بد میدانه جهاد، بالمقابل مسلمان جهاد افتخار خود میدانه، مزایای اسلام به خود کمایی میکنه. از او خاطر الله چی میگه؟ لو کانوا یفقهون. قرآن چقدر نکته دقیقه بر ما پیش میکنه. تمام بدبختی، جنایت، بدکاری، دین گریزی زایده جهل است، زایده عدم فقاهت است، عدم هوشیاری است. کسی که هوشیار باشه، علم داشته باشه، او درک میکنه که الله مرا همونطور پیدا نکرده. هیچ چیز در دنیا بی هدف نیست. من بی هدف هستم، من الله به می خاطر پیدا کرده که شکم پر کنم، خو کنم. این کار حیوانات هم میکنه. حتما من یک امتیاز دارم. از همون خاطر است که مؤمن الله برای عبادت پیدا کرده، معرفت الله پیدا کرده. وقتی که الله را شناختی، خدا میشناسی، نعمت الله را میشناسی، یک لحظه آرام نمیشی. پیغمبران علیهم السلام پیشتاز است، رسول الله از کل کده پیشتاز است. معرفت الله برش زیاد میسر است. از او خاطر شب تا صبح عبادت میکنه، پایای مبارک آماس میکنه. چی میکنه؟ او خود میگه که همه روزه من 70 کرد استغفار است که طلب میکنم، از الله طلب میکنیم. ما تو چند دفعه طلب میکنیم؟ معرفت پیغمبر با الله بیشتر است، از او خاطر عبادت الله را زیاد میکنه. ما تو معرفت نداریم. اگر معرفت میداشتیم خدا میدانستیم، میفهمیدی که چقدر باید عبادت الله را بکنیم. معلوم شد فقاهت علم بسیار مهم است. جنایت از بی علمی میشه، بی دینی از بی علمی میشه. چرا؟ در جامعه ما بی علمی حاکم بود. ترجمه قرآن کجا بود؟ راستانه بگویید. یک زندگی تیر شد، الله نیاکان اجداد ما را بخشش و مغفرت نصیب بکنه. انشالله الله وارا بخشش میکنه. چرا؟ زمینه علم برشان میسر نبود. اما امروز عذر نداریم. امروز عذر برای ما باقی نمانده. دعوت بر داده شده، اعلان شده، خصوصا به خواهرها دیگه این نعمت بزرگ الله را شکرگزاری بکنه که عذرتان باقی نمانده. موتر در پیش خانت میره و تو را به عزت بالا میکنه، میاره در مرکز قرآن، در درس قرآن تو را میاره. تو این منزلت و
مرتبه را چطور فکر میکنی که الله چقدر تو را عزت داده؟ هنوزم تو باز اینجا بیایی قصه را شروع کنی یا در موبایل گپ بزنی یا کدام کار دیگر را بکنی، متوجه دقیق قرآن نشوی، بفهمی که تو سخت جفا و خیانت با این قرآن کردی، با این دین کردی. این را یاد داشته باشه. انسان باید اینطور نباشه. علم زیاد شوه، مردم بدانه دین چی است. امروز بدبختی ما کلش از عدم فقاهت است. الله متعال از خاطر میگه لو کانوا یفقهون، کاش که میفهمیدن، کاش که از زیرکی و هوشیاری کار میگرفتن، هیچ وقت اینطور نمیشد. پس اونمو علم کدام است؟ فقاهت کی را میگه؟ بگوی فقاهت چی را میگه؟ که تو دنیا و آخرت با هم فرق کرده بتانی، تمیز دنیا و آخرت بکن. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه فقه چی را میگه؟ معرفت النفس ما لها و ما علیها، شناختن نفس، چی چیز مناسب نفس است، فایده من برای نفس است و آن چیزی که تاوان بالای نفس است. این را فقاهت میگه. فقیه وقت شده میتونه که انسان اینمی را بشناسی که به نفس ما چی مفید است و چی مضر است. تو باید مفید جلب بکنی و مضر از خود دور بکنی. اینی را فقاهت میگه. فلیضحکوا قلیلا، بعد خنده بکنه خیلی کم، ولیبکوا کثیرا، بعد که گریان بکنه خیلی زیاد. جزاء بما کانوا یکسبون، این بدل و پاداش است به سبب آن چیزی که خود کمایی کرده. الله سری کسی ظلم نمیکنه. چرا یا زیاد گریان کنه و کم خنده کنه؟ دو مطلب داره. بعضی مفسرین میگه فلیضحکوا قلیلا، ولی مردم خود کمی خوشتب میگرده، خود از زرنگ تلقی میکنه، در جهاد شریک نشده، مخالفت امر پیغمبر کرده، مسلمانان برش چیزی نگفته، در ظاهر ایمان ظاهر کرده، مال جانشان به امن است، خوش هستند که ما فریب دادیم، لیکن این خوشحالی خیلی کم است، خنده کم است که در دنیاست. ولیبکوا کثیرا، بسیار گریان بکنه اونجا برسه. چرا؟ یک ساعت از یک روزی قیامت برابر 50,000 سال دنیا هست. تو چطور میکنی؟ چه قسم؟ یک توجه. دوم توجه فلیضحکوا قلیلا، باید که یا خنده بکنه خیلی کم، ولیبکوا کثیرا، باید گریان بکنه خیلی زیاد. چرا؟ به خاطر که پیش روی خود تاریکی داره، پیش روی خود مجازات داره. الله متعال یاره مجازات میده، مجازاتی دردناک. یک ولیبکوا کثیرا، باید که گریان خیلی زیاد بکنه. چرا؟ سرمایه عمر خود مکمل ضایع کرده در شیطنت، در فساد، در بدبختی. این باید سخت گریان بکنه. چرا؟ آینده خود خراب کرده، یا باید زیاد گریان کنه. جزاء بما کانوا یکسبون، این پاداش است برای از جای گریانشان، حالات خراب و ناگوارشان در آخرت. این پاداش است بما کانوا یکسبون، به سبب آن چیزی که در دنیا یا کسب کردن، نتیجه عمل خودشان است. فإن رجعك الله الى طائفة منهم، آلی الله متعال یا همیشه توجیه میکنه جنایت خدا و میخواه یک کم کم جبیره کنه، مسلمانان را فریب بده که در آینده بازی ها مورد سرزنش و ملامت قرار نگیره. اینقدر چالاک است که چون یا در آینده مسلمانان یا را ملامت میکنه، همین ملامتی را هم از خود دور کنه. میایه به پیغمبر علیه السلام عذر تراشی کرده، والا آماده شدم، خانه تکلیف برم پیدا شد.